افسانه بلبل. تو انیق میدانی که در چین همه مردمش چینی و خود امپراتورش هم چینی است. این واقعه کیها گذشته بود. برای همین هم این واقعه رو نقل کردن لازم است تا اینکه از خاطره ها نرفته است. در تمام روی عالم دربار بهتر از دربار امپراتور چین یافت نمی شد. اون از سفال قیمت بها ساخته شده بود که از تنوکی و نازکیش می ترسیدی که به آن دست برسانی. دربار در باغ زیبای می ایستاد که در آن گلهای عجایبی می رویدند. در گلهای از همه زیباترین زنگوله های نقرگین آویزان بودند. وقتی که باد می وزید گلها می جوبیدند و زنگوله ها صدا می برآوردند. این کار را برای آن کرده بودند که نظری هر نفری که از نزد گلها می گذشت به آنها شود. انا چه خیل کرده بودند. باغ چنان دور و دراز قد می کشید که حتی باغبانش نمی دانست که پایان آن در کجا باشد. از پشت باغ باشد جنگل بدهیبت سر می شد. این جنگل تا به بحر کبود می رسید و کشتی ها از تگی شاخچه های درختان بدهیبت می گذشتند. در همین جنگل در ساحل بحر بلبل زندگانی می کرد. او چنان خوش می سرایید که ماهیگیری بیچاره خانیچی او را گوش نموده از طوری ماهیگیریش فراموش می کرد. اوه چقدر خوب، می گفت او آهی کشیده. سپس با کار خود باز مشغول می شد و درباره این حافظی در جنگل بوده تا شبی دیگر فکر نمی کرد. و وقتی که شبی دیگر فرا رسید او به مثل شخصی افسون شده بلبل را گوش می کرد و باز تکرار می کرد. آه اینقدر خوب، اینقدر خوب. از هر کنار دنیا به پایتخت امپراتور سیاحان می آمدند. همه آنها از زیبایی قصر و باغ زیبا حلاوت می بردند، لیکن خوانش بلبل را شنیده می گفتند انا اینش از همه بهتر است. سیاحان به خانه های خود برگشته درباره آن چیزی که دیده بودند نقلها می کردند. عالمان پایتخت چین قصر و باغ امپراتور را توصیف نموده و هیچگاه درباره بلبل سخن گفتن را فراموش نمی کردند. شاعران باشند درباره سراینده قناددار که در جنگل خطایی در ساحل بحر کبود زندگانی می کرد شعرها ایجاد می کردند. این کتابها در تمام عالم پهن می شدند و یک کتاب غوث به دست خود امپراتور خطایی رسید. او در تخت زرین خود نشسته آن را خوانده سرش را می جنبانید. او درباره زیبایی پایتختش، خوشرویی دربار و باغش خواندن را دوست می داشت. اکنون در صفحه آخرین کتاب امپراتور بخواند. در خطای بسیار چیزهای عجایب هست، لیکن در جای نمایان پرنده خردی است که آن بلبل نام دارد و او در جنگلی که در نزدیکی باغ امپراتور جای دارد زندگانی می نماید. این چی گپ؟ بگفت امپراتور. چه خیر در مملکت من و حتی در نزدیکی دربار من اینقدر پرنده عجیب زندگانی می کند و من باری هم آواز او را نشنیدم و من از کتاب‌های خارجی درباره او می فهمم. او کتاب را پوشیده فرمان داد که به نزدش وزیر یکم را جیغ زنند. این وزیر از خود چنان آدمی کلان را وانمود می کرد که اگر شخصی که عنوانش از او دیده پستر بود و چیزی را از این وزیر پرسیدنی می خواست، او در جواب پف می گفت که این معنای نداشت.
من از یک کتاب عالم بخوندم که ما یک پرنده عجیبی داریم که بلبل نام دارد. بگفت امپراتور به وزیرش: در روی خط بهترین دستاوردهای مملکتم او در جای اول است. چرا درباره این پرنده باره به من خبر ندادند؟ جناب عالی، جواب داد وزیر یکم و تعظیم نمود: من حتی درباره این نشنیده بودم. تمام عالم میداند که من چنین یک پرنده نادر دارم و تنها خودی من در این باره نمیدانم. بگفت امپراتور: من میخواهم که خود همین بگاه او در اینجا باشد و برایم بسراید. من او را میجویم جناب عالی، بگفت وزیر یکم. گفتن که آسان بود. او را از کجا میابی؟ و اکنون وزیر یکم در زینه ها بالا و پایان برآمده در تالار و دالان ها گشت، لیکن کسی از درباریان نمیدانست که آن بلبل چی نمود پرنده باشد و آن بلبل در کجا زندگانی میکند. وزیر یکم به نزد امپراتور برگشت و خبر داد که بلبل در چین نیست و هیچگاه هم نبود. جناب عالی، شما بیهوده به آن چیزهایی که در کتاب ها می نویسند باور می کنید. بگفت او: همه این سفسطه است. سفسطه نگوی، بگفت امپراتور. من می خواهم که صدای بلبل را بشنوم. او حتما همین بگاه در همین جا باشد و اگر تا وقتی معین شده او در اینجا نشود، من بعد از خوراکی شام امر میکنم که تو و تمام وزیران رو با چوب به پایهایتان بزنند. تیزین بگفت وزیر یکم و باز در زینه ها بالا و پایان برآمده در تالار و دالان بگشت. در برابر او شخصان عالی قدری دربار می دویدند. هیچ کس لذت چوبها را چشیدن نمیخواست. آنها سر به سر می زدند و از همدیگر می پرسیدند: بلبل چیست؟ بلبل را از کجا یابیم؟ لیکن یگان شخص از دربار امپراتوری درباره بلبلی که دربارش تمام عالم می دانست چیزی نشنیده بود. بالاخره درباریان به آشخانه دربار وارد شدند. در آنجا دخترک نشسته کاسه ها را پاک می کرد. وزیر یکم از دختر بپرسید که او جای زیست بلبل را نمی داند. بلبل، گفت دختر. ها، چی خیر را ندانم. او در جنگل شما زندگی می کند. او چنان می سراید که من هر روز باقی مانده خوراک‌های آشخانه امپراتور را به مادرم میبرم. ما در نزد ساحل بر زندگانی می نماییم. در نزد ساحل در بیش‌ازار درخت کهنسال است که نوده‌های قفسی دارد. هر گاهی که من در تک آن همین درخت نشسته کمی استراحت میکنم، خوانش بلبل را میشنوم. او همین قدر مهین میسراید که از چشمان من قطره‌های اشک به اختیار روان میشوند و دلم میبالد گویا که مادرم مرا بوسیده ایستاده باشد. دخترک، بگفت وزیر یکم، من تو را ظرفشوی ششم دربار تعیین می نمایم و حتی می گذارم که تو ببینی که چطور امپراتور خوراک می خورد. اگر تو جای زیستی بلبل را به ما نشان دهی. بلبل را در دربار امروز انتظارند. اکنون همه یک جایه به جنگل روان شدند. اول دختر و از پس او وزیران و شخصان عالی قدری دربار می رفتند. آنها رفتند و رفتند. از دوری آوازی گاو به گوششان رسید. اوه، گفتند شخصان عالی قدری دربار، شاید این بلبل باشد. چه خیلی او آوازی برا دارد. نه، این گاو است، بگفت دخترک. حالا تا درختی که در آن بلبل زندگانی میکند خیلی راه است. باز به راه در آمدند. ناگهان از بطلاقزار آوازی قورباغه ها شنیده شد. عجیب،
بگفت راهب دربار: کنون من صدای بلبل را می شنوم. آوازش به صدای زنگوله های نقرگین عبادتخانه ما مانندی می زند. نه، این قورباغه هایند، بگفت دخترک. من فکر می کنم که ما با زودی صدای خود بلبل را خواهیم شنید. در حقیقت هم از کناری بیشتر خونشی عجیب شنیده می شد. انا همین بلبل است، بگفت دخترک. گوش دهید، انا این خود اوست. و او به طرف پرنده خردکی خاکسترنگی که در نوده درخت نشسته بود اشاره نمود. پف، بگفت وزیر یکم. هیچ تصور نمی کردم که این بلبل مشهور این نمود بیرنگ باشد. شاید او از دیدن اینقدر جنابان عالی مقام ترسیده خاکسترنگ شد. بلبلک، بلند بگفت دخترک، امپراتور مهربان ما میخواهد که آواز تو را بشنود. بسیار شادم، جواب بداد بلبل و بلندتر بخواند. پف پف، بگفت وزیر یکم. آواز او به مثل زنگوله های شیشگینی که در سایبان تنتنوی امپراتور آویزانند مانندی می دهد. نگاه کنید چی گردنک خردک او چه کار می کند. حیرانم که چرا تا این دم باری هم همین خیل سراینده بی نظیر رو نشنیده بودیم. او به شبهه در دربار مشهور خواهد شد. امپراتور باز میخواهد که من بسرایم؟ پرسید بلبل. او فکر کرد که با خود امپراتور حالا صحبت کرده ایستاده است. محترم بلبل به مثل مانند، گفت وزیر یکم. جناب عالی اینجا حضور ندارند، لیکن او من را وظیفه دار کرده است که شما را به بزم دربار که امروز بیگاه برپا خواهد گردید دعوت نمایم. باوری داریم که شما جناب عالی را با آواز فارمتان شاد می‌گردانید. سرودهای مرا در جنگل سبز گوش نمودن خوب بود، بگفت بلبل. ولیکن من با کمال میل با شما می روم اگر این برای جناب عالی پسند باشد. در این مورد در دربار به بزم تیاری می دیدند. همه می دویدند و سرکار و آشفته حال بودند. در دیوارهای سفالین و فرشهای شیشگین صدها هزار چراغ‌های طلارنگ انعکاس یافته بودند. در دالانها گلهای زیبای دسته دسته گذاشته شده بودند که در آنها زنگوله‌ها آویزان بودند و در این دوتاز از شمالی که می‌وزید آنها بلند صدا می‌دادند که از این صداهای بلند کسی خود را هم نمی‌شنوید. اکنون بیگاه شد. در مابین تالار کلان امپراتور نشسته بود. در مقابل تخت امپراتور یک ستون طلایی گذاشته بودند که در بالای آن بلبل نشسته بود. همه درباریان گرد آمده بودند تا حتی به دخترکی بیچاره‌ای که از آشخانه بود اجازه دادند که در نزد در بایستد، زیرا او اکنون دخترکی عادی نبود، او کاسه‌شوی دربار بود. همه لباسهای زیبا به بر داشتند و چشمانشان را از بلبل خردکی خاکسترنگ نمی کندند. انا امپراتور مهربانانه سرش را بجنباند و بلبل بخواند. او چنان نرم و عجیب می سرایید که حتی از چشمان امپراتور بر رخسارش اشک می ریخت. همین وقت بلبل بلندتر بسرایید و باز نفیستر. خونش او به دلها جای می گرفت. وقتی که او سراییدن را به انجام رساند، امپراتور گفت که پایافزال طلایی خود را به گردن بلبل می بخشد، لیکن بلبل منتداری بیان نموده از هدیه رد کرد. من الکی مکافات گرفتم، بگفت بلبل. من اشکان چشمان امپراتور را بدیدم، از این تحفه زیاد نمی شود.
و باز آوازی دلانگیزی او صدا بداد. اوه، آوازی مفتون کننده، بگفتند زنانی دربار. از همان و سر کرده زنان وقتی که میخواستند به کسی پسند شوند در دهانشان آب میگرفتند تا اینکه آب بجنبد و صدای بشود. میدانید این زنان فکر میکردند که این صدا به خوانش بلبل مانند است. در دربار به بلبل حجره جدا نمودند. به او اجازه دادند که 2 مرتبه روزانه و 1 مرتبه شبانه آزادانه از دربار بیرون شده پرواز نماید. لیکن از دنبال او 12 غلامی میگشتند که هر یک بند ابریشمی را که به پای بلبل بسته بودند داشته میگشت. چه گوییم، این سیر و گشت یک خوشنودی میداد. تمام شهر درباره پرنده عجیب سخن می گفت و اگر در کوچه 3 نفر وا خورند، یکیش بول، دیگریش بو، سیومش له می گفتند و سپس هر 3شان آهی کشیده به آسمان می نگریستند. 11 فروشنده ها به فرزندان خود به خاطر بلبل امپراتوری بلبل نام گذاشتند. هرچند که آواز این خردسالان به آواز حرکتی سله بیروغن مانندی میزد. خلاصه پرنده خردکک جنگلی در تمام چین مشهور شد. لیکن روز از مملکت ژاپن برای امپراتور یک قوطی که آن در متاع ابریشمی پیچانیده شده بود فرستادند. در قوطی نوشته شده بود بلبل. شاید این یگان کتابی نوی است درباره بلبل شهرتدار ما، بگفت امپراتور. قوطی را گشاده دیدند که در آنجا کتاب نبود و یک قوطی رنگ شده بود. در درون آن قوطی باشد یک بلبل صنعی بود. او به بلبل زنده مانندی میکرد و با الماس و یاقوت و مرجان آرا داده شده بود. وقتی که این بلبل صنعی را به کار می درآوردی، او به مثل بلبل زنده می سراید و دم طلایی‌اش را می جنبانید. در گردن این پرنده بندی بود که نوشته ای داشت: بلبل امپراتوری ژاپنی از بلبل امپراتوری چینی فرقیت ندارد. اینقدر زیبا، بگفتند همه، و به شخصی که این پرنده قیمت بها را آورده بود وظیفه تأمین کننده بلبلان در دربار دادند. اکنون بگذار این بلبل نو با بلبل پیشینه ما یک جایه بسرایند، قرار داد امپراتور. لیکن کار خوب نرفت. بلبل حقانی هر وقت سرودهایش را هر نمود کرده میخواند. بلبل صنعی باشد یک سرود را گشته و برگشته به مثل اسباب موسیقی تکرار میکرد. آن وقت بلبل صنعی را تنها گوش نمودند. او نیز به مثل بلبل زنده موفق بود، لیکن به غیر از این زیباتر بود. تماما درخشان بود. از سنگ‌های قیمت بها می درخشید. او 33 مرتبه تکرار به تکرار یک نمود می خواند و تماما مانده نمی شد. درباریان با کمال مهر باز او را 33 مرتبه دیگر خواهشمند بودند که گوش بدهند. لیکن امپراتور گفت که اکنون باید برای مقایسه بلبل زنده را گوش کنیم. اینجا همه برگشته به بالای ستون نگاه کردند، لیکن در آنجا بلبل نبود. او کجا شده بود؟ یگان نفری حس نکرد که چخیل بلبل از تیریزه کشاده پریده به خانه‌اش و جنگل سبز پرواز نمود. به هر حال این چی گپ است؟ بگفت امپراتور. همه یک باره بلبل زنده را ستایش نموده مخلوق ناشکر نامیدند. پرنده بهترین کو با ماست، بگفتند همه، و بلبل صنعی باز مجبور شد که مرتبه 34 سرود یگانه‌اش را بسراید.
آهنگشناسی دربار هر گونه بلبل صنعی را تعریف کرد و با باوری می گفت که این از بلبل زنده بهتر است و ظاهراً و از جهت آوازش. جناب عالی من و شما جنابان عزیز، من دلیرانه تصدیق می نمایم. می گفت او بلبل صنعی از بلبل زنده بهتر است. اجازه دهید بفهمانم. با بلبل زنده کار نموده شما پیش از سراییدن او نمیدانید که او کدام آهنگ را می سراید، لیکن بلبل صنعی چه می خواهد برای شما همه وقت روشن است. اگر شما خواهید او را به قسم‌ها جدا کرده می‌بینید که آن چطور ساخته شده است، چه خیل از آهنچه‌ها که ثمره عقل انسانند عبارت است. ها بله، ما نیز همین خیل فکر داریم. بگفتند درباریان. امپراتور باشد امر داد که روز یکشنبه پرنده را به تمام شهر نشان دهند. بگذار مردم او را گوش نمایند، بگفت او. شهروندان با کمال ممنونیت گوش نمودند و روزگی خود را نشان دادند، مثل آنی که آنها را چای نوشانیده باشند. چینی ها چیزی را بیشتر از چای نمیپذیرند. همه با یک آواز خطاب نمودند. دستان خود را بالا نمودند و سرهایشان را بجنبانیدند. تنها آدمان کمبغلی که آواز بلبل زنده را شنیده بودند بگفتند نه چندان بد می سراید، تا حتی بد بلبل زنده مانند می خواند. به هر حال آنقدر نی، چیزی نمی رسد، چی ما خود نمی دانیم. در همین وقت امپراتور فرمان برآورد که با مهر کلان امپراتوری تصدیق شده بود. در این فرمان اعلان شده بود که بلبل حقانی از مملکت چین یک عمره بدرقه شده است. بلبل صنعی باشد در بالای باریشت ابریشمین نزد جای خواب امپراتور جای گرفت. در گرد این بلبل همه اشیاهای قیمت بهایی که به او بخشیده بودند گذاشته شده بودند، حتی پایافزال طلایی امپراتور. به پرنده صنعی عنوان مخصوصی دادند. حافظ یکمی میز شبانه امپراتور از طرف چپ، برای آنکه امپراتور او طرفی را اساسی تر می حسابید که در آن دل جایگیر است. دل باشد تا حتی دل امپراتور در طرف چپ است. عالمان درباره بلبل صنعی 25 کتاب غوث نوشتند که آنها پر از سخنهای دانا و نافهما بودند. لیکن درباریان امتنان دادند که این کتاب ها را خواندند و همه کلمه هایش را یک به یک فهمیدند، وگرنه آنها را نادان می خوانند و با چوب به پای هایشان می زنند. همین خیل از بین 1 سال گذشت. امپراتور تمام قصر و حتی تمام شهر هر یک نوته سرودهای بلبل صنعی را از یاد می دانستند. برای همین سرودن او به همه پسند بود. هر کسی می توانست که به قطار بلبل بخواند. بچه های کوچه می سرایدند سی سی سی، کلو کلو کلو. خوب چی دلربایی است. یک بیگاه بلبل بیجان در نزد امپراتور می سراید. او باشد در جای خوابش بود و به خوانیشش گوش می داد. ناگاه در درون بلبل چیزی شپاس زد و سلحهایش به جنبش در آمدند و آرام شدند. آهنگ خاموش شد. امپراتور از جایش برخاست و برای آوردن دختر شخصیش نفری را فرستاد. لیکن دختر چی کار کرده می توانست؟ آخر او باری هم بلبل نه زنده و نه مرده را طبابت نکرده است. سپس استای ساعت ساز را جیغ بزدند. ساعت ساز پرنده را به قسمها تقسیم ساخت و دور و دراز به آنها نظر می کرد. سپس گفت که پرنده اگر سرود بخواند هم، لیکن با او احتیاطکارانه صحبت نمودن لازم است. دندانهای خردککش شکستند و نوش را گذاشتن ممکن است.
ана чунин як бадбахтӣ бишуд. ҳама ғамгин шуданд. император қарори нав баровард ки дар он гуфта мешуд ки ҳофизи якуми мизи шабонаи императорро аз тарафи чап як маротиба дар муддати як сол гирён кардан мумкин аст танҳо ба муддати кӯтоҳ. барои ором намудани шаҳрвандон оҳангсози дарбор сухан кард. ӯ бо маҳорати калон тасдиқ кард ки ҳоли булбули сунъӣ тамоман заррае ҳам бад нашудааст. агар инро оҳангсози дарбор гуфта бошад, яъне ки ҳамин тавр буд. аз байн 5 соли дигар гузашт. рӯзе император шамол хӯрда касал шуд. духтурон ба сиҳат шудани ӯ умед надоштанд. вазирону дарбориён ба эълон намудани императори нав тайёрӣ дида истода буданд. халқ бошад дар берун аз дарбор гирд омада аз вазири якум дар бораи аҳволи саломатии императори пир мепурсиданд. пуф ҷавоб дод вазири якум ва сарашро биҷунбонд. император дар бистари бемориаш бо авзои касалу хунукаш мехобид. ҳама дарбориён ӯро мурда ҳисоб мекарданд ва ҳар яке тайёр буд ки ба пеши императори навин таъзим намояд. хизматгорҳо ба пешу қафои дарбор медавиданд ва хабарҳои охиринро гӯш медоданд. занҳо бошанд вақти худро бо чойнӯшӣ мегузаронданд. дар ҳамаи долону толорҳо қолинҳо паҳн карда шуда буданд, то ин ки садои роҳгардии касе шунида нашавад ва дар қаср хомӯшии ҷонгудоз ҳукмрон буд. лекин императори кӯҳна намурда буд. гарчанде ки беҳаракат дар бистараш дар таги сояафкани махмалин ки гавҳарҳои зарин дошт мехобид. тиреза кушода буд ва моҳ ба императору булбули сунъӣ менигарист. булбули сунъӣ ҳамчунин беҳаракат дар болои болишти абрешимин дар назди бистари бемор монда шуда буд. императори бечора ба зур нафас мегирифт. ба назари ӯ метофт ки касе гулӯи ӯро зер мекунад. ӯ чашмонашро каме кушода дид ки дар болои синааш марг нишастааст. марг ба сараш тоҷи императорӣ андохтаасту дар як дасташ шамшери зарин гирифта, дар дасти дигараш байрақи императорӣ дошт. аз гирдогирди сояафкани махмалин ва аз ҳар кунҷ ба император чеҳраҳои даҳшатовар менигаристанд. яке зишту бад, дигаре зебо ва хуб, лекин бо чеҳраи бад бисёртар буданд. ин корҳои хуб ва бади император буданд. онҳо ба ӯ менигаристанду халал расонида пичирост мезаданд. ту инро дар ёд дорӣ? аз як тараф шунида мешуд ва онҳо ба ӯ чизҳоеро нақл мекарданд ки аз пешонии император арақи сард мерехт. ман аз ин бора фаромӯш карда будам, мегуфт ӯ. инро бошад ман ҳеҷ гоҳ намедонистам. вазъияти император ҳамин хел бад шуд ки ӯ тарсид ва дод бизад. ба ин ҷо мусиқӣ биёред, мусиқӣ, ба нағораи калони чинӣ бизанед. ман онҳоро дидан ва шунидан намехоҳам. лекин овозҳои даҳшатовар хомӯш намешуданд. марг бошад ба мисли пири чинӣ сарашро дар суханҳои ӯ меҷунбонид. ба ин ҷо мусиқӣ, мусиқӣ биёред. боз ҳам баландтар дод зада гуфт император. ақаллан ту паррандаи номдори ман бихон. ман ба ту ҳадияҳои бисёре бахшидам. ман ба гарданат пойафзоли тиллоӣ овезон намудам. кани бихон, бихон. лекин парранда хомӯш буд. касе набуд ки онро ба ҳаракат бидарорад. ӯ бе ёрии шахсе ба хондан намедаромад. марг хандида ба император бо чашмони калону хунуки худ менигарист. хомӯшии тарсоваре дар ҳуҷраи император ҳукмрон шуд. нохост
از پشت تیرزه آوازی سرودخوانی زیبای به گوش رسید. این بلبل خردککی زنده بود. او خبردار شد که امپراتور بیمار است. پریده آمد تا اینکه او را آرام و خوشنود بسازد. او در شاخچه نشسته سرودخوانی میکرد. رنگ در روی ابرهای دهشت‌آور که امپراتور را احاطه نموده بودند نماند. خون جناب عالی تیز تیز و گرمتر به طرف دل او حرکت نمود. خود مرگ خواندش بلبل را گوش نمود و با آوازی پست بگفت: بخوان بلبلک، بخوان. تو برای این به من شمشیر پرقیمت میدهی؟ پرچم هم، تاج هم؟ بپرسی بلبل. مرگ سرش را بجنبانید و یکی پس دیگری به دادن بایگری ها راضی بود. بلبل باشد تنها می سراید و می سراید. انا بلبل سرودش را که در باره قبرستان آرام که در آن درختان زیبا، گلهای سفید خوشبوی و در باره آدمان زنده‌ای که برای نزدیکان خود اشک بریختند و قطره های این اشکها در سبزه های روی قبرها روشنی می کردند می خواند. این وقت مرگ بخواست که به خانه خودش، به قبرستان آرام که در آغوش تومن سفید خنک بود بر بگردد و از تیرزه برآمده برفت. تشکر به تو پرنده مهربان، بگفت امپراتور. من تو را می شناسم. یک وقت من تو را از مملکتم پیش نموده بودم. اکنون تو با سرود خود از بستر من مرگ را پیش نمودی. به تو چه هدیه نمایم؟ تو به من هدیه داده بودی، بگفت بلبل. وقتی که من اولین بار در نزدت بخواندم، در چشمانت اشکانت را بدیدم. من این را هیچگاه از یادم نمی برارم. دیدن اشک صمیمی قیمتترین مکافات حافظ است. و او باز به سراییدن در آمد. امپراتور خوش خواب نمود. وقتی که او از خواب بیدار شد، نورهای آفتابی از تیرزه می درخشیدند. یگان خدمتگار و درباریان تا حتی به نزد امپراتور نمی در آمدند. همگان فکر می کردند که او حیات را ترک گفته است. تنها یک بلبل او را تنها نمی گذاشت. او در پشت تیرزه نشسته از پیشینه دیده بهتر و خوبتر می سرایید. همینجا بمان، خواهش نمود امپراتور. تو هر گاهی که بخواهی همون وقت بخوان. پرنده سونی رو من می شکنم، علاوه نمود او. لازم نیست، بگفت بلبل. او برایت از روی امکانیتش خدمت نمود. او را با خود بمان. من در قصر زندگانی کرده نمی توانم. هر گاهی که من خود بخواهم به نزدت پرواز نموده می آیم و در باره خوشبختان و بدبختان، در باره خوبی و بدی، در باره همه آن چیزی که در اطراف تو می گذرند و در باره آن چیزی که تو نمی دانی سرودخوانی می کنم. پرنده خردککی آوازخوان در همه جا پرواز می کند. بتگی بامی خانه بیچاره دهقان، بامی ماهیگیر که از دربار تو نهایت دور جایگیرند می درآید. من به نزدت آمده برایت سرودخوانی می کنم، لیک به من وعده بده همه چیزی که تو می خواهی. خطاب نمود امپراتور و از بسترش برخیست. او الکی لباسهای امپراتوری خود را پوشیده بود و بدیل شمشیر زرین وزنی را پخش میکرد. تو به من وعده بده که به هیچ نفری خبر نمی کنی که تو پرنده خردککی داری که برایت درباره تمام عالم نقلها می نماید. این طورکار بهتر خواهد شد. سپس بلبل پرواز نمود. در همین مورد درباریان به نزد امپراتور
وارد شدند تا اینکه به امپراتوری مرده نگاه نمایند. از دیدهشان در جایشان شق شده ماندند. امپراتور به آنها گفت: السلام علیکم، صبح بخیر. در همین جا افسانه بلبل به پایان رسید. به کانال ما آبونه شدن را فراموش مکنید. خانه آباد و سربلند باشید.